در طول 30 سال صاحب استقلالی کشور در برابر دیگر ساحه‌های خواجگی خلق در تمام منطقه‌های کشور از جمله دهه‌های دوردست نیز ورزش رشد یافته برای مشغول شدن به آن شرایط‌های مساعد فراهم آمد. در تالار ورزشی دهه لنگلیف ناحیه کوهستان مستچاه عین زمان بیش از 50 نفر ورزشکاران در نمودهای جودو، سامبو و گوشتنگیری تمرین می‌نمایند. ورزشکاران دهه مذکور در مسابقه‌های ولایتی ناحیه مستچاه را فعالانه معرفی می‌کنند. جنیدالله ناظر محمدزاده طول 10 سال است که در این دهه تمرین می‌کند و بارها در مسابقه‌های ولایتی و جمهوریوی به دستاوردهای ارزنده نائل شده است. در زل ما زیاده از 50 نفر مشق‌ورزان تمرین میکنند. ما افتخار میکنیم که در کوهستان مستچاه چنین مشق‌های دست جمعانه میشود و ما کوشش میکنیم که بیرون از جمهوری معرفیگری وطن خود باشیم. ما شکرانه از صاحب استقلالیت جمهوری تاجیکستان میکنیم که و شکرانه از پیشوای ملتمان میکنیم که برای ما همه نمود شرایط ها مهیا است و ما در دهه خود که در دهه لنگلیف کوهستان مستچاه دوردستترین دهه سرحدی زرافشان می باشد. برای ما در اینجا تمام شرایط ها مهیا است که ما می توانیم که مشق و تمرین خود را ادامه دهیم. همچنین با مقصد اجرای دستور سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت در منطقه‌های دوردستترین کشور رشد دادن ورزش 12 سال اینجانب از طرف فدراسیون اتفاق‌های کسبه ولایت سوخت در این دهه زیبا منظره که آب و هوای خوب دارد مشق‌های دست جمعانه گوشتنگیران ولایت با مقصد استراحت و فراغت و بلند برداشتن ملکه ورزشی آنها راه اندازی کرده می‌شوند که با این مشق‌ها همساله بیش از 40 نفر ورزشکاران بهترین ولایت جلب کرده می‌شوند. امروز در ناحیه کوهستان مستچاه مثل دیگر ناحیه‌ها نمود ورزشی گوشتی ملی عموما ورزش رشد و ترقی یافته ایستاده است. در همه ناحیه همه دهه‌های ناحیه کوهستان مستچاه تالار و میدانچه‌های ورزشی ساخته شده ایستادند. زیاده از 10 سال است که هر سال به دهه لنگلیف آمده در اینجا مشق‌های دستجمعی تشکیل نموده با راهبری استادمون استاد ساپیروف در اینجا مشق میکنیم و نمود نازکی نمود گوشتین را به مردم این دهه میآموزانیم. مقصد همین است که این نمودهای ورزش را در دهه ها رشد دهیم تا که مردم بسیارتر به نمود ورزش مشغول گردند. نتیجه صاحب استقلالی دولت ما بود که ورزش در تمام منطقه های جمهوری رشد و ترقی یافته ایستاده است و رو به پیشروی دارد. بعد مشق‌های دست جمعانه تعلیمی در این دهه مسابقه کشاد مکتب مهارتش عالی ورزشی ولایت سوخت آید به گوشتنگیری برگزار می شود. به راه ماندن چاره‌بینی‌های ورزشی و مشق و تمرین در این دهه برای رشد ورزش و جلب ساکنان کوهستان به طرز حیات سالم زمینه می‌گذارد.